الله میخواهد آن طفلکانی که زنده به گور شدن، آن اطفالی که زنده به گور شدن، یک صحابه که بعداً خودش مسلمان شد این گونه تعریف میکند وقتی اون دختر خود را زنده به گور میکند، یک روز میآید به محضر رسول خدا صلی الله علیه و سلم، می نشیند دو زانو، عرض میکند یا رسول الله من درد دارم، وجدان من مرا آرام نمیگذارد، من درد دارم آرام نمی شود، من زخم دارم هیچ مرهم اون را تداوی نمی کند، هر لحظه وقت به یادش می آیم و به یاد من می آید آتش در درون من شعله ور می شود. آمدم یا رسول الله تا امروز درد من و زخم مرا مرهم بگذاری. رسول صلی الله علیه و سلم عرض می کند چه شده صحابی من؟ عرض می کند یا رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش از قدوم مبارک شما، پیش از پیامبری و بعثت شما، پیش از نزول قرآن من خطای کردم، من گناه کردم که هر لحظه یادم می آید دوست دارم که بمیرم ولی اون را فراموش کنم. رسول صلی الله علیه و سلم عرض می کند چه کردی صحابی من؟ می گوید یا رسول الله صلی الله علیه و سلم ما عادت داشتیم که از دختر تولد شدن راضی نبودیم، ما نمیخواستیم به خانه های ما دختر تولد شود، ما دختر داشته باشیم، ننگ داشتیم که اون را به شوهر بدهیم. همسر من حامله بود، نزدیک وضع حملش بود، کار به من پیدا شد، من از شهر مکه رفتم بیرون. بعد از این که من از شهر مکه رفتم بیرون، زن من وضع حمل کرد. پیش از این که من بیایم ترس این را داشت که من بیایم و این دختر بیگناه، به این دختر که معصوم است، در وقت طفلی معصوم است، من بیایم با قسوه و با دل سختی که دارم این دختر خود را زنده به گور کنم. این مادرش که بسیار مادر فرزند خود را زیاد دوست می داشته باشد، پسر خود را زیاد دوست می داشته باشد، دختر خود را زیاد دوست می داشته باشد. و مادر مهم نیست که دختر تولد می شود یا پسر، عزیز است. گو پیش از این که من بیایم این دختر من را برداشت و برد و خانه خالهش گذاشت. به خالهش گفت ایره پت و پنهان بگذار که شوهر من ایره زنده به گور نکنه. میگه بعد از چند روز برگشتم دیدم که همسرم وضع حمل کرده. برش گفتم چی کردی طفل خود را؟ همسرم به من گفت طفلک تولد شد مرد، ما او را دفن کردیم. میگه من با پشتش نگشتم، من گفتم که مرد دیگه، طفل بود تولد شد و مرد. از این حادثه 6 سال گذشت. این طفل بزرگتر و بزرگتر شد، سنش به 6 سالگی رسید در خانه خاله خودش. مادرش میگوید یک روز رفتم خانه خواهرم، دیدم که این طفل بزرگ شده. چی نازدانه میشه طفل 6 ساله، دختره که 6 ساله که حرفم میزنه، مادر گفتنم بلد شده، پدر گفتنم بلد شده، چقدر عزیز است. گفت وقتی که به دختر خود سعی کردم، مهر مادری، محبت مادری به سر من غلبه کرد و این دختره که خود را در آغوش کشیده. 6 سالی مادر طفل خود را که بویش را دوست دارد، مادر دوست دارد که هر لحظه طفل خود را در پستان خود بچسباند و سینه های مادر شیر بخورد. و مادر دوست دارد گریه های طفل خود را که هر لحظه گریه طفل مادر را انرژی میدهد. آغوش و بغل کردن طفل مادر را قوت میبخشد. هیچ چیز عزیزتر برای مادر از اولادش نیست. بعد میگه مهر مادری غلبه کرد، ایره در آغوش کشیدم. برای خواهرم گفتم که وقتش فرا رسیده که من دختر خود را ببرم به خانه. میگه من به این فکر بودم، به این باور بودم که این طفله خیلی زیباست، این
تفلک به حرف زدن آمده. این تفلک چه سیمای زیبایی داره. من خود 4 تا دختر دارم، اینقدر به پیش من عزیز هستن، اینقدر دوستشون دارم که یکم وقت درد بدن من که زیاد میشه، اما دختره که خود من که میبینم و درد کم میشه. واقعا خیلی خیلی عزیز است و شیرین است. الله ای اولاد خیلی شیرین قرار داده. ولی چی وقت؟ زمانی که تو قدر خود را بدانی. چی وقت؟ زمانی که تو قدر قرآن را بدانی. چی وقت؟ زمانی که تو خودت انسان باشی. چی وقت؟ زمانی که تو خودت رب خود را با خود داشته باشی. این وقت ای اولاد بسیار شیرین می باشد. بعدش چرا ما توقع داریم که با دعای فرزند داخل جنت شویم؟ ما توقع داریم فرزند ما سجده کند، خدا به برکت از ما را ببخش. ما توقع داریم فرزند ما در محراب قرآن تلاوت کند و ختم بخواند، الله ما را ببخش. توقع داریم که فرزند سر قبر بیاید، متقی و پرهیزگار باشد، دعا کند، الله خانه قبر ما را نورانی بگرداند. توقع داریم بعد از ما چراغ را که ما روشن کردیم خاموش نشود. یعنی هزاران آرزو ما فرزندان خود داریم. مادر میگه من دختر خود را برداشتم آمدم به خانه و به صبرانه انتظار میکشیدم که پدرش بیاید. شاید پدرش چقدر دوست داشته باشه، چه خیره بوسه بکنه. میگه بعد از لحظات پدر آمد داخل خانه، این دخترک در روی حویلی بازی میکرد و شوخی میکرد. میگه از من پرسان کرد که این دختر مال کی است؟ این دختر از کی است؟ میگه من بسیار با لهجه شیرین و محبت آمیز گفتم که دختر موتو است. میگه با مجردی که کلام از زبان من کنده شد، دیدم که چهرهش تغییر کرد. گفتی که دختر چطور مال موتو است؟ یه کلام دختر است، چی وقتی تولد شده؟ میگه من گفتم امو حملی که من داشتم بعد از قبل از 6 سال اگر یادت باشه، تو که در سفر رفته بودی، همین دختر تولد شده بود. ولی من از ترس ای که تو ایره زنده به گور نکنی، من یه دختر خانه خواهر خود فرستاده بودم. 6 سال خود و پنهان اونجا بزرگ شده. حالا 6 ساله شده. آوردم که تا ما و تو هم چیز لذت ببریم از اولاد خود، از محبتی اولاد، از شیرینی اولاد، از مهری که اولاد به پدر و مادر داره. میگه وقتی این سخن را گفتم، چهرهش بسیار تغییر کرد، از جای خود به خشم بلند شد، گفت سر صورتی دختر را بشوی. عزیز من، و خدا قسم قدر دین خود را بدانیم. امروز تو برو یک سیلی محکم به صورت دخترت بزن که همسرت گریبانت پاره میکنه یا نمیکنه. این برکت چی هست؟ به زنها کی ارزش داد؟ به زنها کی جرأت را داد؟ به زنها کی حق را داد؟ قرآن، اونم کتابی که 21 شب اینجا منو تو گوش کردی. اینمی کتاب به زنها ای جرأت را داده و زنها امروز حق دارن و حقوق دارن. از پیش مادر دختر را پدر میبرد تا زنده به گور کند. مادر جز اشک ریختاندن چیز دیگر نمیتواند. جز اشک ریختاندن اعتراض ندارد، چون سخنش ارزش ندارد. اگر حرف بزند خودش را میکشد، کس بازخواست نمی کند، کسی نمیپرسد، چون زن ارزش نداشت. زن مثل یک لباس بود، هر کسی میخواست میخرید و هر کسی میخواست میکشید و میکشت، هیچ ارزش نداشت. ولی این کتابی که امشب ما جشنش داریم اینجا جمع شدیم، در خانه هر فرد ما هست، ولی چقدر خار است. در خانه هر فرد ما هست، چقدر او قرآن صدا میزده باشد، ولی گوش کوکی را بشنید. چقدر او قرآن میگفته باشد و ننزل من القرآن ما هو شفا. ای مریض داخل خانه، من شفای تو هم. ای فقیر داخل خانه، من به تو وعده رزق میدهم و فی السماء رزقکم و ما توعدون. ولی که گوشه که بشنم، این گوش آخو کار شده. این گوش آواز بسیار باریک موبایل را میشنود، از آمریکا و لندن و روسیه و جرمنی آواز را میشنود، پیام را میبینه، مسیج را میبینه، ایمو را میتونه بخونه، واتساپ را میتونه خوب بفهمه، ولی خطای قرآن ما نمیفهمی. چی جفایی به کتاب خدا کردیم، چی جفایی. بیاییم عزیزان من،
خود ما را امروز قاضی قرار بدیم، یک لحظه تفکر بکنیم، مقدار بیاندیشیم که آیا واقعا ما حق این کتاب را بجا کردیم؟ مولای ما بیاندیشد، حافظ قرآن ما بیاندیشد، مفتی ما بیاندیشد، شیخ الحدیث ما بیاندیشد، حاجی ما بیاندیشد، معلم ما بیاندیشد، رهبر ما بیاندیشد که واقعا حق این قرآن ادا شد. اگر ما حق قرآن را میدانستیم مسلمان را میکشتیم. اگر حق قرآن را میدانستیم در ماه مبارک رمضان امنیت مسلمین خراب میکردیم. ما ندانستیم حقی کتاب. بعد طفلک میگه گرفت سر صورتش مادر شست، چشمای مادر پر از اشک است. مادر بوی فراق طفل در مشامش میرسه. مادر بوی طفلک 6 ساله خودش، بوی مرگش رو به بینی خود استشمام میکنه، ولی نمیتواند اعتراض بکنه. دختر را آماده میکنند. وقتی دختر ما مریض میشود چطور به سمت دکتر میدوانی؟ شب باشه روز باشه. این محبت با ما کی داد؟ قرآن. این محبت را با ما کی داد؟ نبی مکرم صلی الله علیه و سلم آمد به ما راه نشان داد. وقتی ما دینش را پذیرفتیم الله این مهربانی را در قلب ما انداخت. دخترک 6 ساله به دست پدر از خانه بیرون می شود، مادر تا پیش دروازه می رود با چشمان پر از اشک. پدر دست دختر را می گیره حرکت می کنه. میگه در مسیر راه که میره خودی صحابه قصه میکنه. وقتی صحابه قصه میکنه این حالت را به چهره نبی مکرم که نگاه میکنه که چهره پیامبر تمام ریش مبارک پر از اشک شده. رسول خدا اشک میرزاند. فدای قلب مهربان محبوب ما شوید، فدای قلب نازنین محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم شوید که چقدر او دلسوز بود، چقدر سنگ شده این دلای ما. خداوند به حال ما رحم بکنه. به برکت ماه مبارک رمضان پروردگار سختی دل ما را به نرمی تبدیل کنه. چهره پیامبر پر از اشک است. این صحابه خودش میگه که من وقتی حرکت کردم در مسیر راه، دختره که من پرسان میکنه پدرجان مرا کجا میبری؟ پدرجان مرا کجا میبری؟ میگه من برش گفتم خانه مامایت میبرم تو، خانه مامایت. این دختره بسیار با خوشحالی پدر گفته پشت میگه تا ای که رسیدیم در داخل یک جنگل، بیل هم همراه خود دارم. میگه وقتی که به جنگل رسیدم شروع کردم به چاله کردن، بس زمین را کندن، میخواستم قبر بکنم. میگه هر بیلی که میزنم خاکش میپره به لباسم. این دختره که میبرم که نه لباس ما پاک میکنه، پدر جان لباست نجس. چاله را کندم بسیار چکر. میگه دختره پرسان میکنه پدر جان به خاطر چی چکره را کندی؟ میگه من حرف نمیزنم، به کار خود ادامه میدم تا ای که چکری خوب کنده شد برابر قدم دختره که 6 ساله دختر. میگه با مشت به پشتش زدم، داخل چکری افتاد. و مجرده که داخل چکری افتاد میگه به طرف من نگاه کرد، پدر جان چی میکنی؟ پدر جان چی میکنی؟ دختره که معصوم طفله که هیچی از دستش ساخته نیست. میگه من شروع کردم بیل میکندم مینداختم داخل چکری، بیل میزدم میانداختم داخل چکری. این تا پایکایش خاک گرفته بود، پایکایش خاک گرفته بود. میگه برای ما میگه پدر جان چی میکنی؟ میگه من خاک میانداختم تا نزدیک نافکش رسید. بعد از این خاک میانداختم، خاک با دستای خود میانداختم که دمی لحظه سر ریش من خاک پر شده بود. میگه دستای خود دراز میکرد، ریشای من پاک میکرد. خاک میانداخت تا این که رسید به گلونش. صدا میزد پدر جان خفه شدم، پدر جان خفه شدم. بس که چی میکنی؟
ولی مگه این قلب سخته که من داشتم؟ چون اینجا خدا وقتی در دل نباشد اون دل تبدیل به تندورخانه می شود. این دل وقتی زنگ گرفت یک چیز او را پاک میکنه. آبهای دنیا او را پاک نمیتونه، صابونهای دنیا او را پاک نمیتونه، حمامهای دنیا او را پاک نمیکنه. فقط الا بذکر الله تطمئن القلوب. فقط این دل یاد خدا پاک میکنه. بیاییم عزیزان من که دل ما هم بتخانه شده. چی بتهایی که در دل امروز شکل نگرفته؟ بت دنیا، بت فرن، بت پول، بت ثروت، بت قدرت. چی بتهایی که در دل ما جا نگرفته؟ تو دعا کنیم خدای این بتها را کلش به ایران بگردان. یا الله فقط محبت خود را به این دل جا بده. میگه خاکمی انداختم برای من، میگه پدر جان خفه شدم بس کن. ولی میگه قلب سخت من اصلا سخنی طفلک نمیشونی. خاک انداختم تا ای که سرش هنوزم صدایش میامد پدر جان چی میکنی، پدر جان چی میکنی. خاک به سرش انداخته شد، به سر لغت بر آمدم، لغتم کردم سرش. وقتی به اینجا میرسد رسول صلی الله علیه و سلم گریه مبارکش بلند میشود. صحابی و اصحاب پیامبر که در اطراف و پیرامون نبی مکرم نشسته است و این صحابه میگه مادرت در عزایت بشینه، بس کن که نبی ما را آزرده خاطر کردی، بس کن. ولی رسول صلی الله علیه و سلم به این مرد میگه امی قصه را باز از سر بکن، امی قصه را باز از سر بکن. و در این حالت نبی علیه السلام میگه رحم نمی کند خدا به کسی که به خلق خدا رحم نکرد، رحم نمی کند خدا به کسی که به خلق خدا رحم نکرد. این صحابه میگی داستان را دوباره از سر تعریف کردم. میدیدم که نبی علیه السلام عشق میریخت.